13 سازمان غیرحکومتی در بیانیه مشترک از روز 31 مارس گفتند از وضع جامعه مدنی که در آسیای مرکزی بدتر می شود فوق‌العاده نگرانند و می خواهند به سرکوب آنهایی که برای رعایت حقوق انسان و عدالت و رعایت معیارهای کشور حقوق بنیاد کار می کنند خاتمه داده شود. بیانیه مشترک سازمان‌های حامی حقوق آسیای مرکزی را سازمان بین المللی همکاری برای حقوق انسان نشر کرد. در این بیانیه وضع حقوق انسان در کشورهای منطقه علیحده تصویر شده است و از جمله درباره تاجیکستان گفتند مقامات با بهانه حفظ ثبات و امنیت ملی، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادی مردم را محدود کردند و این کارشان سبب تنگ شدن فعالیت جامعه مدنی شده است. دیگر اینکه در پس منظر بدتر شدن وضع اقتصادی، برگزاری انتخابات ها در منطقه، حکومت های کشورهای آسیای مرکزی نسبت به تنقید حساستر شدند و تاب شنیدن و دیدن آنهایی را ندارند که میخواهند توجه را به کمبودی سیاست های پیشگرفته دولت جلب کنند. در بند دیگری بیانیه تعقیب فعالان جامعه شهروندی، وکیلان دفاع و ژورنالیستان را هم ذکر کردند که به گفته مؤلفان بیانیه بر دروغ به افراطگرایی و برانگیختن عداوت و دیگر جنایت‌ها متهم می‌شوند. در بیانیه سرنوشت بزرگمهر یاروف و نوریدین محکموف، دو وکیل دفاعی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان را یادآور شدند که هر دو سال 2016 از جمله با گناه افراطگرایی متناسباً به 21 و 23 سال زندان محکوم شدند. زیر این بیانیه سه سازمان تاجیکستان دفتر آزادی‌های شهروندی، مرکز حقوق بشر و بنیاد ناتبین امضا کردند. در بیانیه مشترک سازمان‌های حامی حقوق از حکومت‌های تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان خواسته شده است که فعالیت جامعه مدنی را برای خود تهدید نپندارند و با اندیشیدن چاره‌های مشخص شرایط برای کار آنها را فراهم کنند. مقامات تاجیکستان به این گزارش واکنش نشان ندادند، ولی پیوسته میگویند در کشور به حقوق مردم احترام میگذارند و اگر وکیل دفاع یا فعال شهروندی یا ژورنالیست جزا گرفته باشد پس برای جنایت‌های جزا گرفته است که به فعالیتش ارتباط ندارد.